خواهرای عزیز، انشاءالله من باوری دارم این صدای من شاید به گوش اونها رود. این سخن حبیب خداست. رسول اکرم گفت دیدم یک گروه زنها را دیدم که از مویهای سر آویزان بودند، از مویهای سر آویزان بودند. دویم گروهی را دیدم که از زبانها آویزان بود، در حلق اونها چرک و زقوم همون دوزخ ریخته میشد. سوم طایفه را دیدم که پایهایشان براست سینه ها آمدگی و دستها در پس سر بستگی، مار و کژدم اونها را عذاب میداد. چهارم طایفه که دیدم فقط از سینه ها کشال بودند. پنجم طایفه دیدم سرها سری خوب بود، بدنها بدنی خر بود. لیکن هفتم طایفه که دیدم همگی زنها مثل سگ بودند. این حالت دیدم، عذاب اونها را دیدم. از جبرائیل پرسیدم ای جبرائیل این طایفه چی طایفه باشد و چی عذاب، از بحری چی اینها را خدا اینقدر عذاب میدهد؟ حبیب خدا را جبرائیل چی گفتن؟ اینها میبینی که از مویهای سر کشالند، اینها دخترهای هستند که در دنیا نام مسلمانی داشتن رای که روی مال نداشتن، اینها سرهای لوچ بودن. از مویهای زیبای اینها تا جایی که شوهرها راحت کنند مردهای بیگانه راحت میکردن. از این پریچاسکه هایی که اینها برای پیدا کردن و برای آماده کردن زنا چقدر زیبا پریچاسکه ها میکردن، اینها همون طایفه های هستن که در دنیا موی سری خدا مردهای بیگانه را نشان دادن. اینها را خدا به همین خاطر از مویهایشان آویزان کردن. گفت دویم طایفه ای که از زبان کشال بودن، فاطمه میپرسد اونها چی گونه بودن؟ حبیب خدا گفت اون زنهایی که از زبان کشال بودن و در حلق اونها زقوم و زرداب دوزخ ریخته میشد، زنهای بودن که با این زبان در دنیا شوهرها را آزار میدادند، با شوهرها جنگ و جنجال میکردند، شوهرها را لازم میشد دهن اونها گفتن نام میبردن. امروز جوانای ما آنقدر با ایمان شدن که از من سوال میدهد اگر زن گوید که در دهنت فلان کنم طلاق میشود یا نمیشود؟ من میگم همین معامله را کی کرد؟ میگه عائله من بر من کرد. تو چی؟ من توقت میکنم و صبر میکنم و زندگی با این زن میکنم و این زن را تربیه میکنم. ببین این از زبان جوانایی که امروز الحمدلله گویم که ایمان کامل دارن، از زبان همون جوان. امروز همت از روی انصاف جواب دین که اگر همون زیر پوشی زن نباشد باور که کلی بدنش در بیرون است. باور کنیم به خدا در بازارو چشم تا دیگر همین تا اوی کرده نمیتونی. اگر همین یک زیر پوشامون نباشد تمام بدنمون در بیرون است. و حبیب خدا 1500 سال پیش چی گفت؟ اکی هم معجزه شگو زنم بعد دعا کنیم که از جای دیگه ما هم منتظرن. معجزه بود در دوره پیغمبر این نبود. گفت سینفان من امت اهل نار. اکنون صحبت ما در اون 4 میسه حضرت امیر جان بود که ایسا آمد انشاءالله بعد میگردیم شخص. میگد که دو طایفه سینفان من امت اهل نار، دو گروه از امت من ارزنده آتش دوزخ دارند. ببین ارزنده آتش دوزخ دو گروه انسان دارند. حبیب خدا را پرسیدن اینا کیا هستند؟ گفت یکم قوم معهم سیاد یضربون بها الناس، یعنی قوم معهم سیاد که اذناب البقر یضربون بها الناس. زمانی می شود که یک قوم برایت در دستشون تیاق دارند که مثل دنب گاو است، با این تیاق مردم بیگناه را میزنند. امروز تمام دنیا در اعلان کردن که همون تیاق سیاه دوبینکه است که پیغمبر خدا دوره پیغمبر در این دوبینکه نبود که تلویزیون را ببینین کجای در مردم جمع است، مردم را میزنند. حبیب خدا گفت زمانی میشود که آدمای میبرن که حق خود چه طلب کردن را میزننش. اگر حق چه طلب کردن که حق من است، مثال همینجا تو در حق من ظلم داری میزننت. رسول الله گفت اون کسانی که اینا میبردارن در سر مردم و پشت مردم میزنن اینها ارزنده آتش دوزخ دارن. دویم رسول الله چی گفت؟ بسیار عجیب گفتن و زمانی ما را گفتن نساء کاسیات عاریات مائلات
مومیلاتون، ببین لا یدخلن الجنت رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها من مسيرة كذا و كذا. عجیب زیبا بیان کن. زمان می شود که نساء کاسیات، زنها لباس دارن، گفت پیغمبر لباساشون را می پوشن، چیزی از لباس هست همش می پوشن، عاریاتون، لیکن لباسی می پوشن که بدنش تماشا میکنی. ببین زمان پیغمبر در این طرز لباسایی که حاضر بدن نما هستن اینا نبودن. حبیب خود گفت زمان می شود که می پوشن لباس دارن لیکن بدنشون می تابن، عاریاتون مائلاتون ممیلاتون. اینا گفت که خودشون بیماری ناخوب شدن، اینا که گویم خیلی بی‌تمیز و بی‌خیرتن، لیکن همین بدبختیشون باز در دوگانه ها همسایه هاشون می رسه. گفت ولی بینین یک کس که پوشید چی می شود؟ دیگریش هم همون آرزو میکرد، دیگریش هم همون آرزو میکرد، بعد شهر پوری همون خیل می شود. رسول الله چی گفتن؟ لا یدخلن الجنت. برای این دو طایفه کأسنمة البخت هم گفتن پیغمبر زمان می شود که زنها گفت سرهاشون لج میکنن و چنان گفتن مویهای سرشون میپیچونن که مثل در پشت شتر یک کوهان میگن، طوری سرشون گفت مثل کوهان گفت مویهای سرشون میپیچونن. خب ولی زنکا میکنن که مثال در طورای سرشون مثال یک مویه هاشون میپیچونن لیکن روی مال ندارن. حبیب خدا گفت هم تا میکنن. گفت روین گفت این زنها را و این مردهایی که مردم بیگناه میزنن از نام پیغمبر گوین که بوی جنت که از 500 سال راه به مشام انسان میرسد به مشام این دو گروه نمیرسد. بوی جنت نمیرسد. ولی کجا داخل شدنی در جنت؟ ببینید مادر عزیز، همه این سخن خدا هست، همه این سخن پیغمبری خدا هست، لیکن همش با فایده ایمان است. ببین مشکل نیست. آخر امروز همین قیچی را گرفته و همین دخترایی که آستینای کلته دارن، دخترایی که آستین درازن، همون نمیتونه یک قیچی زدن می آستین چیه؟ لیکن ایمانش نمیمانه، لیکن خدا تأثیرش نمیمانه که هم قیچی را گرفته و همون را چیکار کنه؟ از همون بری بالا پایان مثال گویم که ببرد. ولی اول یک زمانه مثال ما کاکو سالای تقریبا 86 بود ما اویلدار شدگیمان، او زمانه آستینا کم تر باید تونیجورا بود. حاضر اینا کتف دایا میبینین، حاضر بلند همین میدان اومده سوال دیگر آستین گم میشود. اگر همین خیر رفتن گیرد این آستینا گم میشوند. دیگر تمام زن در بیرون انا مرحمت کو دیگر برکات شود، کو مرحمت یگان فیض شود. بعد مرحمت کو ببینید که در چه عذابای به خدا قسم ما و شما روبرو میشیم. خدا چه عذابهایی داره، چه دردهایی داره که برای ما و شما راهی میکند وقتی که ما سخن خدا را اجرا نمیکنیم. به این خاطر این مسئله بسیار مسئله جدی است. مادرای عزیز همین بسیار توجه داشته باشید. یک کاری کنین که پگا گور میرین، هممون فراموش نکنین که گفتی همون عبدالقادر بیدل یک وجب راه است بیدل از تو تا دامان خاک، تا همون قبرستان محلت بین تو و بین قبرستان گوی یک وجب های مثلا بسیار نزدیک گرفتن. یک وجب راه است بیدل از تو تا دامان خاک، در سر میشگان چو اشک استاده هوشیار باش. تنگ اشکی سر میشگانی یا این زمان یا زمان دیگر میگلتی پیش خدا میره و خدا در خجالت بمانی. بسیار اونجا اگر 1000 داد بگوی پشیمانی که کنی دیگر او فایده نمیبخشه. و این خاطر ما همین جدا هرچی قوت دارید، هرچی کوشش دارید برای بهبودی فرزندامون، برای آبروی فرزندامون، برای آبروی خودمون کوشش کنین. خدا خواسته باشد هم دنیامون هم آخرتمون زیبا میشه.